سلام به روی ماهتون. فهیمه هستم. به کانال آموزشی من خوش آمدید. با آموزش این سالاد خوشمزه و لذیذ که من دلم نمیاد اسمشو بذارم سالاد، واقعا یه غذای کامله. همراه من باشید. مثل همه آموزش ها مواد اولیه رو آماده میکنیم. من برای درست کردن این سالاد خوشمزه و لذیذ از فیله مرغ استفاده کردم. شما میتونین از سینه مرغ هم استفاده کنید. فیله ها رو دمارگیری کردم، یعنی پوست و تاندانشون رو جدا کردم. به این حالت و به صورت نواری برش میدیم. به این حالت. به این حالت مرغمون رو برش میدیم. ببینید به فیله مرغی که خورد کردیم سس تریاکی، روغن زیتون و شکر قهوه‌ای رو اضافه میکنیم. گوشت رو خوب ورز میدیم تا مواد به خورد هم برن و فیله هامون طعمدار بشن. روی ظرفم سلفون میکشم و ظرف رو 2 ساعت داخل یخچال میذارم تا فیله ها مرینیت بشن. خب تا گوشتمون مرینیت میشه بقیه کاراش انجام میدم. از خورد کردن کدوها شروع میکنم. کدو رو به این شکل پوست میگیرم و خوردشون میکنم. کدوها رو به این شکل خورد میکنه. میبینید؟ بعد از خورد کردن کدو نوبت خورد کردن هویجه. هویجم به این شکل خورد میکنه. قاچام به این شکل خورد میکنه. اگر دوست داشتین میتونین نازک‌تر، پهن‌تر، کوتاه‌تر، اون دیگه سلیقه‌ایه. که صفحه گریلی یکم گرم شد کره رو روش میذاریم. نصف کرم برای سرخ کردن بقیه مواد استفاده میکنیم. گوشتی رو که مزه دار کردیم روی صفحه گریل میذاریم تا گریل بشه. گوشت رو به تنهایی گریل میکنیم تا کاملا گریل بشه. فیله ها رو از دو صفحه جمع میکنم.
بقیه کره رو روی صفحه گریل می‌ذارم. بعد از اینکه صفحه گریل گرم شد پیاز می‌ریزیم. چون با کره سرخ می‌کنیم تون هم بزنید که پیازتون نسوزه. بعد از اینکه پیازمون به این حالت در آمد و یکم طلایی شد هویج اضافه میکنیم. یکم هویج سبک شد با پیاز مخلوطش میکنیم. بعد از هویج کدو رو اضافه میکنم. بازی رنگا رو میبینید چقدر خوشگلن. بعد فلفل دلمه‌ای رو اضافه میکنم. وای خدایا آخه ببینید رنگا رو ببینید آدم کیک میکنه. میبینید بعد از فلفل دلمه قاشق رو اضافه میکنم. در حدی که یکم سبک بشه کافیه. میخوایم زیر دندون قشنگ صدا بده. بعد از کار جوونه ماش اضافه میکنیم. اگر دوست داشتین میتونین از جوونه شفتر هم استفاده کنین. یکم زیر و رو میکنم تا جوونم یکم نرم بشه. خیلی خوش آب و رنگه، خیلی فوق‌العاده مقوی. ببینید کدو، فلفل دلمه‌ای، قارچ، عرضم به حضورتون جوونه دیگه چی میخواید؟ سالاد به این پرپیمونی من تا الان نخوردم. فوق‌العاده است، حتما درستش کنیم. الان دیگه موقع اضافه کردن گوشتمونه. نمک این سالاد رو حتما تست کنید. چون از سویا سس استفاده میکنیم. سویا سس یکم شوره. پس حتما نمکش رو اول تست کنید. بعد نمک اضافه کنید. فلفل سیاه‌ش هم میزنم. آب لیمو. به همراه سویا سس. اینا رو خوب هم بزنیم تا طعم مواد به خورده هم بره و سالادمون آماده بشه. البته سالاد که چه عرض کنم یه غذای کامل. چه خوش آب رنگ شده. حالا پیشنهاد من اینه وقتی دارین میکشین یکم کنجدم بپاشین. اون که دیگه معرکه میشه. به حالا لابلاش یکم کنجد بپاشین. واقعا یه غذای کامله. اصلا به چشم یه سالاد بهش نگاه نکنید. طعمش فوق‌العاده است. فوق‌العاده.